خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خویش. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. به نام خداوند یگانه هستی بخش. سلام عرض میکنم خدمت شما متعلمین عزیز و گرامی صنف 12. بنده محمد علی نجفی استاد ادبیات دری در خدمت شما عزیزان خواهم بود. دوستان عزیز، در مبحث 20 تحت عنوان درس احمد شاه بابا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. موضوعاتی که می خواهیم امروز برایتان توضیح بدهیم دوستان این موارد می باشد. ابتدا در مورد زندگی نامه احمد شاه ابدالی یا به اعتبار درست و صحیح‌تر احمد شاه بابا می خواهیم توضیح بدهیم. در قسمت دوم در حوزه دوایر حکومتی که ایشان در دوران حکومتشان تأسیس نمودند گپ میزنیم و در بخش انتهایی در حوزه درست نویسی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. عزیزان قند به مبحث 20 خوش آمدید. خب درس جدید رو دوستان آغاز میکنیم با بیوگرافی مؤسس افغانستان معاصر یعنی احمد شاه بابا. احمد شاه بابا با اسم صحیح‌تر می شود ایشان را احمد خان ابدالی نام نهاد که سنه تولد ایشان سال 1101 هجری شمسی می باشد. ایشان در ولایت هرات در سنه مذکور که 1101 هجری شمسی است به دنیا می آیند. در مورد آبا و اجداد ایشان گفته شده است که پدرشان شخصی است به نام محمد زمان خان که از سلسله سدوزایی قوم پشتون که از شاخه در واقع چی می باشد؟ پوپلزای می باشد. ایشان در واقع از نظر اجداد پدری به ایشان نسب پیدا می کنند. از نظر اجداد مادری نام مادرشان شخصی است به نام زرغونه بیگم که خوار والی قندهار است که در واقع والی قندهار شخصی بود به نام عبدالغنی خان از در واقع خاندان الکوزی که از نسب مادری احمد شاه ابدالی به ایشان میرسد که سال تولدشان را دوستان برایتان ذکر نمودیم. ایشان مردی متدین و حافظ عرف و عادات پسندیده می باشد که زمانی که ایشان در حکومت می رسد یک فرایند بسیار بسیار طولانی را طی می کند. ایشان در واقع گفتیم که در ولایت هرات به دنیا می آیند. دوران حکومت ایشان مصادف است با دوران نادرشاه. ایشان بر اساس لیاقت و بر اساس شایستگی که از خود نشان بدهند نادر خان ایشان را به عنوان قماندان میفرستند به مناطقی که تحت سیطره قوم پشتون و ازبک است و ایشان در اونجا به عنوان قماندان حکمرانی میکند. بعد از اینکه نادرشاه از بین میرود از دنیا میرود یک اختلاف و یک نزاع بر سر جانشینانش پیش میآید. احمد خان ابدالی از این فرصت استفاده میکند و بنای حکومت جدید خود را پایه‌ریزی میسازد و یک حکومت در واقع نوپا شکل میگیرد به نام دورانی که در واقع از اونجایی ایشان اسم دورانی را میگذارد که در واقع دو نقل قول است. برخی میگویند که این دورانی برمیگردد به واژه دوران که ایشان خودشان را پادشاه دوران میخواندند و برخی دیگر معتقد هستند که چون نادرشاه در واقع الماس کوه نور را از هند می آورد برای خود در حکومت خود، وقتی که میمیرد احمد خان ابدالی این الماس کوه نور را به دست می آورد و این واژه درانی برمیگردد به این دوری که همون چی باشد؟ همون الماس کوه نور باشد و برخی اعتقاد را دارند و ایشان وقتی در حکومت میرسند و در واقع قوم پشتون را دور یکدیگر جمع میکنند و سپس اندیشه بزرگ و والای خود که وحدت و یکپارچگی
مردم افغانستان در تمامی سطوح، در تمامی قبایل است را در اندیشه خود پرورش میدهند و حکومت افغانستان معاصر را شکل میدهند. از ویژگی هایشان چیست؟ بعد از پادشاهیشان آگاهی از اوضاع داخلی و خارجی کشور می باشد. مانند بسیاری از پادشاهانی که به خواب و خور و آسایش و آرامش و نازش در واقع میرسند و از فضای سیاسی کشور دور میشوند، ایشان احمدشاه بابا به این حیث گرویده نمی شود، بلکه در دوران حکومت خود هم از اوضاع داخلی کشور و هم از اوضاع خارجی کشور آگاهی تمام دارند. یکی از ویژگی‌های دیگرشان پدرنامیدنشان به واسطه خدمات، اخلاق و تقوای شخصی می باشد. خب میدانی که ده احمد خان ابدالی شاه بابا گفته می شود یا شاه افغان یا بابای افغان ایشان را می خوانند. علتش چیست؟ علتش همین است که ایشان در واقع در طول دوران خدمت خود به حیث پادشاه برای کشور عزیزش افغانستان و عزیزمان افغانستان خدمات بسیار شایانی انجام داده است. یعنی یک شکل کلی حکومت را برای افغانستان ترسیم کرده است و در واقع یک سری دوایری، یک سری در واقع نهادهایی برای حکومت تدارک دیده است. از نظر اخلاقی ایشان بسیار آدمی متواضع و فروتنی بودند. با مردم که می آمدن مستقیم رفتار میکردن، مستقیم برخورد میکردن، سعی میکردن که در منازعات و اختلافاتشان از عدل و از انصاف فاصله نگیرن و سعی کنن که مردم را همان گونه که یک پدر فرزند خود را دوست دارد، ایشان نیز همان گونه مردم تمام سرزمین خویش را دوست داشتند و تقوای شخصی ایشان نشان دهنده تدین و دینداری این شخصیت بزرگ است. پیروی جدی از قوانین خود و عدم مداخله اقارب در امور دولت یکی دیگر از ویژگی‌های احمدشاه ابدالی می باشد. احمدشاه در واقع به عنوان یک شخصی که قوانین کشور را پایه‌ریزی می‌کند، به عنوان پادشاه یک کشور بر اساس در واقع او قریحه و او ذوقی که خود داشت، این در واقع عنوان و این شاخص را در خود تقویت نمود. چیکار کرد؟ میگفت اول کسی که از قوانین کشور باید تبعیت و پیروی کند خود شخص شاه می باشد. از این جهت این شخص همواره چی بود؟ همواره این را در خود مزه میکرد، این را در خود همیشه اعتقاد راسخ داشت. خودشان از قوانینشان همیشه پیروی میکردن و سعی میکردن که نزدیکان خویش، فرزندان و کاکا و بیادر و خوار و تمام اقارب و نزدیکان خویش را وارد حوزه سیاست نسازند و سعی میکردن که همیشه این افراد را نسبت به سیاست، نسبت به گماردن در موقعیت‌های اصلی فاصله میگذاشتند و این نشانه یکی از شخصیت‌های بزرگی است که در طول تاریخ آمده است. حتی از نشانه‌های تدینشان، از نشانه‌های جدی بودنشان در حوزه گفته است که این شخص وقتی که در حکومت میرسد، احمدشاه بابا به جایی که تاج پادشاهی بر سر بگذارد، دستار و عمامه بر سر میگذاشت و میگفت که من به عنوان یک پادشاه نباید همون کارهایی را انجام بدم که پادشاهان پیشین انجام میداد، بلکه ما به عنوان یک فردی از این جامعه خدوم مردم هستم، برای مردم باید خدمت کنم، نه که بر سر این مردم مظلوم همواره به عنوان یک پادشاه جبار و یک پادشاه جبر حکومترانی کنم و این نشانه تواضع و فروتنی شخصیت بزرگ است. طول سنه سلطنت احمدشاه بابا دوستان همانطور که میبینید 25 سال بیشتر نمی باشد که یکی از وجوه شخصیت ایشان که متاسفانه در طول تاریخ همواره مخفی مانده، پنهان و در حاشیه نگه داشته شده همین بوده است که ایشان علاوه بر اینکه یک سیاستمدار کیاس و یک سیاستمدار بسیار سیاس بوده است، یک فردی بوده است که دارای ذوق و قریحه ادبی نیز بوده است، به طوری که در واقع ایشان هم به زبان آبا و اجدادیش که زبان پشتو می باشد و هم به زبان دری اشعاری را سرودند.
از اونجایی که ایشان در موقعیت پادشاهی وقت بسیار بسیار اندکی برای رسیدگی به اموری که مورد علاقه شخصیشون بودن کمتر داشته است، ولی باز همیشه در مرکز توجهشان نگاه کردن به جامعه نخبگانی، فرهنگیان، دانشمندان و شعرا یک جایگاه خاصی در مفکوره ایشان داشته است. به طوری که در مورد ایشان بیان شده است که ایشان در انتهای هفته که می شده است، در شبهای پنجشنبه همیشه دانشمندان و شعرا را گرد هم جمع می کردن، یک مجلس بزرگی برگزار می کردن و از این افراد می خواستن که آخرین دستاوردهای ادبی، شعری و حوزه در واقع نگارشی خودشان را برای پادشاه عرضه سازند و پادشاه همیشه از این افراد استقبال می‌کردند و یک احترام خاص و ویژه برای این گروه‌ها قائل بودند. خب ولی متاسفانه طول دوره سلطنت و زندگی ایشان بسیار بسیار کوتاه می باشد. ایشان 50 سال بیشتر عمر نمی کنند و بر اثر بیماری سرطان در سنه 1151 هجری شمسی وفات می کنند. مرقد امروز ایشان همونطور که دوستان در تصویر می بینید در ولایت قندهار است که در کنار مسجد خرقه مبارکه که به وصیت خودشان است در این مکان مدفون شدند. احمد شاه بابا به عنوان مؤسس افغانستان امروز دوستان دارای 8 فرزند پسر بود. همانطور که نامهای فرزندان را میبینید و از ویژگی‌ها و خصایل نیکوی این پادشاه است که هیچ کدام از این فرزندان خود را وارد حوزه سیاست و حوزه کشورداری نمیکرد و نامهایشان همانطور که میبینید دوستان سلیمان، تیمور، شهاب، سنجر، یزدان، سکندر، داراب و پرویز می باشد که این نام‌ها در طول تاریخ به عنوان فرزندان احمد شاه ابدالی یاد شده است. یکی از ویژگی‌های سیاسی احمد خان ابدالی به عنوان مؤسس سلسله دورانی دوستان تأسیس یک سری نهادهایی است که برای اداره یک کشور و برای اداره یک حکومت بسیار بسیار اساسی بود. خب این سلسله و این نهادهای حکومتی چیا بودند دوستان؟ اینها را میتوان تحت عنوان دوایر مرکزی حکومت دورانی از او یاد کرد که توسط احمد شاه ابدالی تأسیس کرده. یک وزارت است. پس اولین نهادی که در دستگاه حکومتی احمد خان ابدالی تأسیس کردید وزارت است که در واقع معادل امروزی او می شود صدارت، یعنی در منزله صدارت قرار دارد. دویم نهاد تحت عنوان دیوان اعلی می باشد که همون وزارت مالی است. ایشان سعی می نمود که معاش تمامی کارمندان دولت، تمام لشکریان و سپاهیان را در سر موقع خاص خویش پرداخت کند و این موقعیت و این در واقع جایگاه به واسطه همین نوع برابری در حوزه پرداخت معاشها نیز نسبت به ایشان قابل تصور است که این دیوان اعلی وزارت رسیدگی به وضعیت معاش و وضعیت دخل و خرج حکومت ایشان را بر عهده داشت. نهاد بعدی خزانه داری دفتر ضبط بیگی یا همون امنیه و کوتوالی است که دوستان در واقع به عنوان سیومین نهاد تأسیس شده توسط این شخصیت بزرگ ایجاد گردید. وارد بخش دوم میشویم که بخش دوم ما در حوزه نگارشی و درست نویسی و شکل صحیح املای کلمات می باشد. خب در این قسمت میخوایم بگوییم برای شما که در زبان دری واژه‌های اسماعیل، اسحاق، رحمان و واژه‌های از این امثال آنها را باید با الف نوشت که متاسفانه خیلی وقتا شما در یک ارگانی، در یک نهادی، در یک بنیادی مراجعه میکنید و میبینید که این واژه‌ها را به همین شکلی که ما در روی اسلاید برای شما به نمایش گذاشته ایم دوستان به این شکل نوشته و نگاشتن، در حالی که این شکل نگارشی و املای کلمات غلط میباشد. خب حال شکل صحیحش این گونه است که میبینید. نگاه کنید دوستان، اسماعیل را اگر میخواهید بنویسید با الف بنویسید که این الف در وسط این کلمه قرار داده شده است. یا واژه اسحاق را ببینید الف در کجا قرار داده شده است؟
واژه رحمان نیز همین طور است دوستان که این کلمات از نظر شکل املایی باید به او شکل و به او ساختاری باشد که کاملترین و جامعترین و صحیحترین شکل املایی کلمات است. مورد بعدی دوستان کلماتی مثل زکات، صلات، مشکات و حیات باید به همان گونه که تلفظ می شوند نوشته شوند. یعنی تلفظ این کلمات با شکل نوشتاری و شکل املایش باید مطابقت داشته باشد. طوری نباشد که شما یگان شکل می نویسید و یگان شکل تلفظ می کنید. این نوشته ها و این کلمات دوستان این گونه بیان می شود. نگاه کنید دوستان، این زکات اگه ببینید میبینید شکل عربی کلمات است که در قرآن کریم این گونه بیان شده است. در حالی که شما وقتی وارد زبان دری میکنید همین واژه را این گونه نوشته می شود. زکات و چگونه خوانده می شود؟ زکات خوانده می شود. صلات نیز به همین طور دوستان، مشکات نیز به همین نحو و حیات نیز به همین صورت نگاشته و نوشته می شود که شکل صحیح و نگارشی دری شده این واژه های عربی می باشد. خب نمونه سوالات مربوط به این بخش ها با یکدیگر ببینیم دوستان. خب سوال اول میگوید احمد شاه بابا در کدام سال متولد شد؟ سال تولد احمد شاه ابدالی: 1/11/01 هجری شمسی، 2/11/51 هجری شمسی، 3/11/15 هجری شمسی و 4/11/21 هجری شمسی. گزینه صحیح گزینه شماره 1 از سال 11/01 هجری شمسی ایشان متولد گشت. سوال دوم میگوید علت پدر خواندن احمد شاه ابدالی چه بود؟ علت پدر خواندن ایشان دوستان: 1. چون فرزندان زیادی داشتند. 2. چون به قوانین احترام خاصی میگذاشتند. 3. چون از اوضاع داخلی و خارجی کشور اطلاع بیشتری داشتند. و 4. چون خدمات، تقوا و اخلاق خوبی داشتند. کدام یک از این موارد علت پدر خواندن ایشان است که ما وقتی میگوییم احمد خان ابدالی را به عنوان احمد شاه بابا یا بابای افغان کدام است دوستان؟ احسن، گزینه صحیح گزینه 4 است که چون ایشان خدمات و تقوا و اخلاق خوبی داشتند. سوال بعد میگوید احمد شاه بابا چند سال حکومت کرد؟ یعنی تعداد سالهای حکومت احمد شاه بابا را از شما خواسته است. 1. 15 سال، 2. 20 سال، 3. 25 سال و 4. 30 سال. تعداد سالهای حکومتی ایشان چند سال است؟ احسن، 25 سال ایشان حکومت کرده است که تعداد سالهای حکومت ایشان است. سوال بعد میگوید کدام یک از موارد ذیل جزء نهادهای ایجاد شده توسط احمد شاه بابا نمی باشد؟ احمد شاه بابا 3 در واقع نهاد تأسیس کرد در دوران حکومت خویش که به عنوان تأسیس دوایر مرکزی یا دوایر حکومت ایشان از او یاد کردیم. خب کدام یک از این موارد جزئی دوایر نمی باشه؟ 1. دیوان اعلی، 2. وزارت، 3. خزانه داری و 4. اردوی ملی. کدام گزینه صحیح است متعلم؟ احسن، گزینه صحیح گزینه شماره 4 است که اردوی ملی توسط ایشان تأسیس نگشته است. سوال بعد میگوید در حوزه درست نویسی دوستان شکل املای دری کدام یک از واژه‌های ذیل صحیح است؟ 1. صلات، 2. صلات، 3. صلات و 4. صلات. از نظر تلفظ هر 4 این مورد می شود صلات، ولی از نظر املایی و شکل نگارشی دوستان کدام یک صورت صحیح است؟ کدام یک؟ احسن، گزینه درست گزینه شماره 2 که صلات می باشد. گزینه 1 شکل چیست دوستان؟ شکل عربی واژه است، ولی شکل دری شده ای کلمه می شود صلات که گزینه 2 گزینه صحیح ماست.
سوال بعدی میگوید در املای دری واژه‌های مانند اسماعیل و اسحاق را باید با افزودن کدام حرف نوشت؟ 1 حرف الف، 2 حرف همزه، 3 حرف یا و گزینه 4 هیچ کدام از این موارد. کدام گزینه می شود؟ در واقع او حرفی که در هنگام نوشتن با کلمه اسماعیل و کلمه اسحاق اضافه نوشته می شود. کدام است متعلم؟ احسن، گزینه 3 گزینه شماره 1 است که اسماعیل را باید در هنگام نوشتن در وسطش با الف یا اسحاق را نیز مانند این گونه نوشت و گزینه 3 ما گزینه شماره 1 می باشد. خب دوستان و متعلمین عزیز و گرامی، به پایان مبحث و درس 20 شما رسیدیم. دوستان شما را تا جلسه بعد و دیدار دیگر به خداوند یگانه بسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.